من دیگه در سخنهای آقای کاکسار تبصره نمیکنم، از همینجا تسلیم برشان فقط هم قدر میگم که اگر طالبا همشون همین قسم فکر بکنن و ویلا با جانشان، این گپ داوود خان هم میزد و همون قدرتش. بله، تعامل با چین یا ارتباط خوب با چین پیامد میتونه منفی داشته باشه با افغانستان، مثل که حالا رقیب بزرگش ایالات متحده است و در سوی دیگر روسیه است؟ بله، اول از نظر اسلام یک عواقب بد می داشته باشه روابط با چین. 20 میلیون اویغور اونجا در با جرم مسلمان بودن، 3-4 میلیون اویغور در شکنجهگاه‌های چین به عنوان حیوان روزانه قدشان معامله می شود. هیچ نوع حقی بشری انسانی نداره. دختراشان، زنهاشان، کودکهاشان برده می شود به زور، از وطنشان آواره می شوند. اونها 100 سال به خاطر اسلام مبارزه کردند. شبهای ترکستان، شما ترکستان شرقی را تاریخش را بخوانید. ابی فعلا وضعی چه قسم امارت اسلامی است که در زمارت حضرتی، در امارت هارون رشید یک دختر اگر که در فلسطین در دمشق صداش میبرم و اینجا خلیفه میرفتی، چه قسم امیرالمومنین خلافت سال ما گپ واسیم سیاسی نشه و ما به طرف گپ میزنم که در اونجا معامله با مسلمان‌های قسم صورت میگیره و شما میگین که چین یک کشور مسالمت آمیز است. روابط کشورها آقای قیاسی حالا چگونه روابط باید داشته باشند؟ از چین طرف کشور خیانتکار تحت نام اقتصاد، از چین طرف تاریخ ما را تو بخوان، این چه قسم من نمیفهمم تناقض در کجا ما جور بکنیم که روابط با چین برای اسلام چی افاده داره، برای یک امارت اسلام، برای کشور اسلام چی فایده داره؟ روابطش است. حال پرسش این است که چرا چین و سایر کشورها به گونه رسمی حکومت سرپرست را به رسمیت نمیشناسد؟ در کنار این، سفیر ژاپن در کابل در دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست گفته که حمایت از زنان برای ایجاد ثبات در افغانستان ضروری است. این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک: عبدالشکور صبوری، رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی های افغانستان از جرمنی، میرویس قیاسی، دیپلمات پیشین از ترکیه، و اینجا در استودیو شفیق الله خاکسار با ما در این بحث است. مهمانان عزیز، تشکر که به این بحث حاضر شدید. میخوایم بحث را با آقای قیاسی آغاز کنم که چرا چین و سایر کشورها به گونه رسمی حکومت سرپرست را تا هنوز که 2 سال از حکومت سرپرست گذشته به رسمیت نشناخته است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سلام با شما و مهمانان عزیزتان. سوال بسیار جامع و خوب است. این مسئله ریشه در ایدئولوژی افکار دولت ها داره اول، و بعدش هم بخش دومش مربوط میشه به سیاست های روز، به روابط بین دول روز یا بین دول عمومی یا خصوصی. بخش اولش که مربوط به ایدئولوژی دولت ها میشه، دولت ها در غرب و در شرق به خود ارزش های دارند. در غرب دولت های اندیویدوالیسم، دولت های لیبرال و دولت هایی هستند که یعنی لایق هستند، یعنی بدین هستند، یعنی دین از سیاستشان جداست. اینها به هر اداره‌ای که در دنیا تأسیس می شود، یک اداره دینی، یک اداره که در اون شعار دینی باشه، در اون سمبول دینی باشه، از اساس و بنیاد با این مخالف هستند. یعنی اون امریکایی‌ها که اداره فعلی را کمک کردن و مذاکره کردن و معاهده کردن و با میان آوردن، از اساس از نگاه فکری، از نگاه ایدئولوژی، از نگاه تئوری با اینها مخالف هستند. خب خیر، با اساس ضرورت زمان، با اساس ضرورت منافعشان با اینا تعامل میکنن. یک استراتژی دارن، استراتژی کوتاه مدت، استراتژی میان مدت، استراتژی طویل المدت. این تا یک جای پیش میبرن. مثالش هم مثلا کشور سعودی است، کشورهای خلیج است. در طول 100 سال 70 سال اونها دولت‌های مطلق مذهبی بودند، بسته بودند، دولت‌هایی که در اونها هیچ نوعی از ارزش‌های دموکراسی وجود نداشت، ولی غرب با آنها تعامل کرد. منافع دراز مدت اقتصادی و ژئوپلیتیک دارند. دولت‌های شرقی یا کشورهای قدرتمندی که در شرق هستند، مثل روسیه، مثل چین، اینها اگرچه روسیه خود در بین دموکراسی و اندیشه مارکسیسم سابقه مانده، ولی دولت چین یک دولت مارکسیستی است، یعنی مبتنی بر اندیشه‌های مارکس است، مبتنی بر اندیشه‌های مائو است.
چین یک دولت ایدئولوژیک است، یک دولت کمونیست است. از اساس ایدئولوژی فکر با دولت طالبان مخالف است. اگر چند که بازم میگم که برای مدت موقت یا در یک محدوده زمانی معین با طالبان روابط برقرار میکنن، منافع اقتصادیشان است، منافع تجاریشان است، یا منافع ژئوپلیتیک است، یا زدبندهایی که با قدرت‌های دیگه در غرب دارن. این هست این چی میکنن از اساس، یعنی با اینها مخالف هستن. یک دوم، این دولت ها به خاطر بعضی ارزش هایی که در جامعه جهانی امروز مطرح است و اینا او را امضا کردن در ملل متحد، که همون حقوق بشر است، حق تحصیل زن است، حق کار زن است، برابری جنسیتی است. این معاهدات را که اینا امضا کردن، اینها با وجود از اینکه از نگاه سطح روابط با طالبان موافق هستند، با امریکا مخالف هستند، ولو بر ضد منافع امریکا و غرب در افغانستان اینا منافع دارن، منافعشون اداره طالبان تامین میکنه، با اینا روابط دارن، ولی از نگاه او ارزش‌هایی که اونجا امضا کردن، اینها این دولت ها فعلا به رسمیت نمیشناسن، منتظر از این هستن یک رابطه کشدار و مریض میکنن. این ما شما با شما هستیم ولی برای شرایط هستیم که دوام میدن. ببخشید گفتم زیاد شده، چند نکته است جا بگم. با این اساس این دولت ها فعلا به رسمیت نمیشناسن. نکته‌ای که باید اشاره کنم چه قسم، یک مثالش میتونم، مثلا کره شمالی یک حکومت بسته دیکتاتوری، مثلا مطلق العنان، یک فردی، تک حزبی است. با وجود از اینکه چین در طول تاریخ 70 سالش کمکگار و پشتوانه همین دولت بوده، اما در شورای امنیت چندین بار در مسئله تحریم ها وزیر کره شمالی را رأی دادن. کره شمالی که نور در پیچیدگی های تحریم دست و پا میزنه، وقتی که چین یک متحد استراتژیک و دائمی بر ضد از رأی دادن. و این اساس این فاکتورهایی است که هم از نگاه اساسی استراتژیک فکری دولت ها با طالبان مخالف هستند و هم از اساسی امیر روابط روزمره که اینا پروتکل هایی که با جامعه جهانی دارن، به اساس اینا را فعلا به رسمیت نمیشناسن. چرا به رسمیت شناختن؟ به معنی است که اینا هم اصول پیزری پا کردن، حق تحصیل زنان، حق آزادی بیان، حق حقوق بشر، بسیار چیزهایی است که برای اونها اگر ارزش است در جامعه افغانستان فعلا ممنوع. به این خاطر اینا را فعلا به رسمیت نمیشناسن، منتظر انکشاف هستند که از عمو بنیانگذارا و اساسی این پروژه اونها چی میکنن، باز در روشن تصمیم بگیرن. به این خاطر کل دنیا متردد است غیر از امریکا که او استراتژی معلوم. بله، تشکر آقای قیاسی. آقای قیاسی، حالا سیاست حکومت سرپرست طی 2 سال ارزیابی و تحلیل شما چگونه است که چگونه یک سیاست داشته تا حالا؟ آیا سیاست موفق بوده؟ قسمی که آقای خاکسار اشاره کرد که حالا حکومت سرپرست سیاست استوار و اسلام داره و همچنان حتی اشاره هم داشت به کشورهای عربستان سعودی که اونها نامی از اسلام است ولی کارهایشان با اسلام مطابقت نداره. منبع اینجا که فرمان صادر میکنه و تصمیم گیرم رهبر امارت اسلامی است. من میخواستم که درباره حرفای آقا خاکسار صحبت بکنم ولی خودشان اما حرفایشان نقص کردن. هدف ما غلطفهمی اینجا نشود. در این شک نیست که در روابط بین الدول و در رسمی شدن منافع یک اصل است، ولی ما یک اشاره با امی خودش یک منافع است، به اشاره با امو مسئله ایدئولوژیک کرده. میگه هست وقتی که نظام چین یک نظام کمونیستی باشه، طالبان را بدون کدام شرایط و منافعش نه از داخلی خودی همو کنگره حزب که چند صد نفر است اونجا یک مشکل خلق میشه که خب 100% با منافع ما هم با منافع ما مخالف هستن، با ایدئولوژی ما این گپ هست. و باز خودشان گپشون نقص کردن که سعودی مثلا کارش اسلامی نیست. غرب در کشورهای اسلامی همون نظام‌های را برش سپورت میگه، بر اساس میشناسن، سپورت میکنن. یکی بر اساس شناختن است، یکی دوستی است، فرق میکنه. اول این گپ باید بفهمید. و همون کشورهایی است که با منافع از اونها یعنی مطابق ایدئولوژی از اونها باشد. چرا اینا انتخابات در مصر سرکوب کردن؟ چرا در الجزایر سرکوب کردن؟ چرا دموکراسی را در فلسطین سرکوب کردن؟ و امروز که در نیجر مثلا اگر انقلاب شده کل ریز دست بسته کردن که کمر بسته کردن که برای در نیجر بجنگن. چرا در الجزایر نجنگیدن؟ چرا در سودان نجنگیدن؟ و از نگاه ایدئولوژیک دو کشور ایدئولوژیک اسلامی در دنیا بود در قرن اخیر. یک سودان بود، یک ایران. ایران هم ببینید که با چه پرابلم مواجه است. 40 سال است که انواع تحریم‌ها بالای از اوست. و سودان از زده چند تا کودتا کردن، بالاخره نظام از اون را سقوط دادن. امروز یک جانب قضیه را اسرائیل تمویل میکنه، یک جانب قضیه را امریکا تمویل میکنه. اینا مابین یکدیگر میجنگن تا اینکه کشور خراب شود.
این حرفای آقای خاکسار از گپ ما برداشت اشتباه بود و خودش گپ خود نصب کرد. اونا در کشورهای اسلامی نظام‌هایی را می‌خوانند که اول با مفکوره از اون ولو نامش اسلامی باشد و خودشان گفتن که جمهوری سابق افغانستان کجاش اسلامی بود؟ در قانون اساسی اسلامی بود، ولی در عملکرد از اون 80% غیر اسلامی بود. را بگذار بحث از این میگذریم. و در مسئله صبوری سه من که اشاره کردن باز آقا خاکسار رو تفسیر کردن. یک گام میخوام اونجا بگم که مسئله عرف شرع و قانون شرع